Hallo und herzlich willkommen, ich bin Hashimi, euer Deutschlehrer. Heute zeige ich euch, wie man ein E-Mail auf A1-Niveau für die گوتا-certificate oder پرفونگ schreibt. اوکی؟ سلام دوستا، خوش آمدید. من هاشمی هستم، البته استاد زبان آلمانی تان. امروز به شما نشان میدم که چگونه یک ایمیل در سطح آینس برای گوتا بنویسید. البته دوستان تا اگر عضو کانال ما نشید حتما سابسکرایب، کامنت، لایک فراموش نشه. دوستان ببینید در ایمیل یا در Aufgabe که برای شما میدم، مثلا در in der Prüfung bekommt eine Aufgabe. در امتحان شما چی میکنین؟ یک ایمیل دریافت میکنین، یک وظیفه براتون میدن که مثلا باید شما جواب از زیر بینید. Sie möchten einen Termin absagen oder und muss einen Kurzmail schreiben. شما مثلا یک ترمین میخواید چیکار کنین؟ لغو کنین نه، یا مثلا باید شما یک ایمیل نوشته کنین. باید نامه‌تون دوستا اگر ویدیو قبلی را ندیدین دوستا حتما ویدیو که در رابطه با ایمیل نویسی نوشته کرده بودین حتما ببینید دوستا که چگونه مثلا بیتقیب باشه، انقیده باشه، inhalt باشه، و Hauptteile و Schlussform باشه و nominal. هرگز فراموش نکنید دوستا عزیز که تا اون ویدیو رو ندین حتی ویدیو مثلا شاید قدر اوکی نباشین. خب کسایی که ابتدا هستن و کسایی که بلد هستن اوکی هست. خب دوستا برای ما اینجا یک دونه نامه کوتاه دادم. البته ما در رابطه با اویسته نامه کار کردیم. ان شاء الله دوستا تمام دوازمان گوتا باشه، اویسته باشه، از تمام بخشا ما گفتیم شرط فاشرت این اول آینس تمامش بعد از آ2 اینا موضوعات گراماتیک اینا شاید ان شاء الله عمومی باشه. و دیگه دوستا عزیز یکی از دوستای ما گفته بودن که ایمیل در رابطه با گوتا هم نوشته کنین. خب اینجا یک نامه هست میگه Sie möchten im August den besuchen, schreiben Sie an die trotzdem Informationen oder warum schreiben Sie bitte natürlich bitten Sie Informationen über Film oder Museen und so weiter, Kulturprogramm oder fragen Sie oder anderes. ببین دوستان ما شما گفتیم دو نامه داریم، اوکی؟ یکی رسمی هست یکی غیر رسمی. در نامه های فرقش هست کجا بفهمیم که نامه ما رسمی است و غیر رسمی؟ اون بیکنته، یعنی کسی که ما نمیشناسیم دوستا. و یکی دیگه که در فورمال پلت جاهای رسمی اینا که هستن، اوکی، آت که هستن، یعنی مثال دفتر باشه یا مثال همینجا تخصص انفورماسیون باشه یا هم داش کورس باشه، ثبت نام باشه، اینو با یک شرکت اینا شما نامه نوشته میکنین، یک مثال چی میگن با مدیر مکتب اینا. پس لازم است شما از فورمال یاد بگیریم. تفاوتش با انفورمال و فرمالش، اولی که دوستا شما جمله شروعتون با کم مؤدبانه تر و جملاتون که بازی محترمانه باید گردان کنی، اوکی؟ و همچنان دوستا عزیز خداحافظی ایناتان اینا مهم هستن. بریم دوستا عزیز کار کنیم که چگونه هست. einfach. سکن دوستا عزیز در اینجا من براتون نوشته کردم در قسمت انقیده زیاگیت دامن هرن، چون من نمیفهم دوستا عزیز که نامه ما یک خانم میخواد یا آقا. درست است برای خود ما عمومی نوشته میکنیم زیاگیت دامن هرن، بعد از او کمک فراموشتن نشه. این دوستا جملات مقدماتی دوستان میتونین بیشتر وقتا دوستا از این سوال وقومی که چرا شما نوشته کردین شما نوشته میکنین شما میتونین از اینجا هم کمک بگیرین. خیلی وقتا دوستان میتونین مثال هر چیزی که باشه شما میتونید که از نامه بالایی که برای شما هم میدن دوستان میتونید که از او هم بعضی نکات چیکار دوستان عکس کنین، حتما کمک میکنه براتون دوستان. خب هر چیزی که راه حل داره، درست است نه؟ خب بنابراین دوستان عزیز اونجا گفتم اینجا شما میتونید گردان کنین دیگه. ایش مشتیم آگوست دزن بزاخن دلیلش میگیره واقعا این دلیل نوشته کردن ما ای است. ما خیلی معلومات دیگه. خب میتونید فعل بتن گردان کنین، از فعل گیبن استفاده کنین، در رابطه با آدرس و وی استفاده کنین. اوکی چگونه ما شما گفتیم که وی فقط ها مهم است دیگه. خب حالا اینجا سکند سا einfach در قسمت ازی که bitte schicken Sie an ich möchte im August den besuchen. اوکی یه هدف جمعه برای بیان هدف چرا نام واقعا دلیل. اوکی bitte schicken Sie mir فعل schicken که هست به ما بفرستین.
دوستا از کنکتیویس های حتما آتسوای بی آینس حتما استفاده کنید. اوکی کنکتیویس اگر گرامر اینا نخوندید دوستا عزیز در بخش ان شاء الله حتما این بخش رو هم کار میکنیم دوستا. خب شرط و دیگه دوستا عزیز در قسمتی که ما شما باید از ویری و ون استفاده کنیم. یعنی میفهمین دیگه حالت کنکتیویس های فعل چه هست دوستا؟ فعل زاین هستن. ببینم هم ما برای جملات نیوینزت استفاده میکنیم. اوکی و دیگه همچنان پایانی جملات مثلا ایش بندن که میش ام اونجا تنها میگفتین فیلن دنگ فرق میکنه دوستا که مؤدبانه تر رسمی تر. و یکی دوستا نامه‌ای که نامش هم در اینجا شما ببینید دوستا der Roboter, okay, guck mal. Ich plane im August eine Reise nach diesen zu machen. Infinitiv mit zu. اوکی دیگه تمام چنان دیگه. و پایین‌تر دوستان عزیز یک نامه اگر همین نامه ما به شکل غیر رسمی باشه، اوکی به شکل غیر رسمی مثاله و ماریا اینو از یک دوست خود مثال درخواست میکنیم یا معلومات میگیریم از دفتر از یک دوست نخواد. ببین چرا هم Liebe Maria, ich möchte im August nach diesen fahren. und suche ein Tipp oder paar Tipps. اوکی یک جستجوی چند تا تیپ یا مثلا معلومات هستم دیگه. weißt du میفهمی تو vielleicht etwas über das Kulturprogramm شاید درباره مثال پروگرام های فرهنگی ich interessiere mich من علاقه‌مند هستم یا دلچسبی دارم به فور برای مثلا فیلم و آزمایش ها اینا اوکی و kennst du gute Hotels dort آیا کدام هتل خوب میشناسی؟ فعل کنین اکوزاتیفی هست. ich freue mich auf deine Antwort خوشحال میشم از سکندسا کما سوالیه اون که علامه تعجب اینا فراموش نشه لیبه گروز فلان. اوکی سلام لیبه ماریا و بعد دو شما فعل گردان میکنم در قسمت آخرم لیبه گروز. خب دوست عزیز حتما شما هم در رابطه با می یک نامه نوشته کنین انشالله که باز متن نامه را هم دوست عزیز اگر خواستیم براتون روان میکنم حتما دوست عزیز چیکار کنین یک نامه نوشته کنین یا همین نامه رو به یک شکل دیگه نوشته کنین. اوکی یکان چیز کم کنین یا زیاد کنین. اوکی مثلا آگوست گفته شما یک ماه دیگه فرق نمیکنه فعلا دیگه تغییرات بیارین دیگه. خب دوست عزیز اگر علاقه‌مند ویدیوهای ما هستین دوستان بازم میگم براتون حتما حمایت کنین. درست دوست عزیز فراموش نشه و کامنت نظری که دوستان میبینم که شما چقدر علاقه‌مندی دارین. مثال 100 تا یا 200 تا یا 150 تا 120 تا وی میگیرن اما 3-4 نفر نظریه میدن. خب دوست عزیز کافی خیر مشکل نیست. اگر دوست داشتین حتما دوستا نظر بدن. درست است دیگه. ان شاء الله موفق باشین. الان نگهدار.